الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. الحمدلله ما و شما در سوره مائده به سوره مائده انشاءالله رسیدیم. در سوره مائده ما و شما در سوره النساء خواندیم که الله متعال رد کرد برای انسانهای جاهلیتی که قبل از اسلام بودن، چی یهودیا بودن، چی نصرانیا بودن، چی مشرکین قریش بودن و چی هم کسایی که در امپراتوری فارس و روم بودن. سر از اونها رد کرد بر کی؟ به مشرکین. و در سوره مائده که هست رد میکنه سر او کسانی که در مسائل تحلیل و تحریم، حلال و حرام مداخله میکنن. الله متعال بیان میکنه که حکم حلال یا بیان ارزش ها که چی حلال است، چی حرام است، چی خوب است، چی زشت است، الله متعال رو بیان میکنه که مخصوص الله است. وقتی شما میگین که الله خالق ماست، اله ما هست، اله دو خصوصیت داره، ذاتش عبادت میشه و شریعتی که او تعیین میکنه او شریعت طاعت میشه. مشرکین خودشان قانون سازی میکردن، زیادتر قانون هایی که پدرایشان میساختن از او پیروی میکردن، پدر سالاری میکردن. یهود علمای درباری خود صلاحیت داده بودن که حلال الله را حرام بکنن و حرام الله را حلال بکنن. اینا احبار سالاری میکردن. نصرانی ها بر یک تعداد کسایی که عالم به نام فادر و مادر و کشیش و پاپ گفته میشه، بر از اینا صلاحیت میدن که اینا برشان حلال و حرام تعیین بکنن. اینا را راهب و راهبه میگن، رهبان سالاری میکنن. و یک تعداد از دیگه مردمای عصر جاهلیت نفس سالاری میکنن. افرأیت من اتخذ الهه هوا، میگن که حکومت مردم باشه، حکومت نفس باشه، توسط نفس باشه و برای نفس باشه. در قسمت از این امی قوانینی که اینا میسازن الله متعال بیان میکنه که نخیر، شریعت الهی ارزش ها را مخصوص خالق متعال بیان میکنه. موضوع دومی که در سوره مبارک بیان میشه که شما قلبهایتان متعلق به دشمنای الله که یهود و نصارا هستند، ضد شریعت الله کار میکنن، به او خود متعلق نسازین. مسئله سوم مسئله وفا و عهد و عقد است. ما و شما عهود داریم و عقود داریم. عهد داریم با امرای الله، عهد داریم که یا الله وقتی کلمه میخوانیم، هر کسی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانه باید بفهمه که ما با خالق خود چی عهد داریم. مثلا یک کافر شما را میگه وقتی من کافر هستم حال مسلمان شوم، حالا من که مسلمان شدم چرا کلمه را بخوانم؟ شما میگین به خاطر ازی که در این کلمه 3 تعهد است که تو باید به خالقت بکنی. تعهد اول، یا الله به غیر از ذات تو ما هیچ کس دیگه را عبادت نمیکنم. قبلا تو میتونستی به بت عبادت بکنی، قبلا میتونستی به مجسمه لینن رکوع سجده بکنی، میتونستی به مجسمه یاکوهاما بری سجده بکنی، میتونستی به قبرها سجده و رکوع بکنی. وقتی که مسلمان شدی تعهد کردی که رکوع، سجده و هر چیزی که نامش عبادت است او را خاص برای الله میکنی. تعهد دومتی است که یا الله بغیر از شریعت تو من هیچ قانون دیگری را پذیرفته نمیتونم، نمیپذیرم و بالای خود و بالای زیر دستان خود و در قدرت جهانی هم اگر حاصل میکنم که خلیفه الله در زمین الله میباشم، بغیر از شریعت الله چیز دیگری را تطبیق نمیکنم. بنان قبلا که کافر بودی تو میتونستی مارکسیست شوی، میتونستی کمونیست شوی، میتونستی سوسیالیست شوی، میتونی مثلا سیکولر شوی، میتونستی که دموکرات شوی، میتونستی که مثلا با افکار و اندیشه های مختلف بری. حالا که مسلمان شدی بغیر از اندیشه اسلامی، بغیر از شریعت الهی چیز دیگه تو قبول کردن نمیتونی. و تعهد سومی که میکنی ای است که قبلا هر کسی را رهبرت گرفته میتونستی، حالا که کلمه خواندی عبادت الله را و اطاعت الله را به طریقی او رهبر و او پیشوایی میکنی که الله بر تو تعیین کرده که او چی هست؟ محمد رسول الله. پس لا اله نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود بغیر از الله. دی 2 تعهد است.
و محمد رسول الله تعهد سومی است که یا الله عبادت و اطاعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میتم. پس در این سوره مبارک همین تعهدات بیان میکنه و عقدهایی که انسانها یا با خالقش و یا با مخلوق کرده و او تعهدات و او عقدهایی که مردمای جاهلیت با بتها و با احبار و با رهبان و با نفس و با پدرسالاری خود کرده بودن، اونا را باید چی کنه؟ در این سوره مبارکه چی میشه؟ الله متعال در این سوره مبارکه 16 مرتبه بنده های خدا به یا ایها الذین آمنو خطاب میکنه تا این بنده هایش بفهمند که خطاب الله به طرف از اونها هست و متوجه باشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنو ای مؤمنان اوفوا وفا بکنین بالعقود، به عقدها. عقود خاص است و عهود عام است. شما به تمام از اینا چی کنین؟ وفا بکنین. احلت حلال کرده شده هست لکم برای شما بهیمت الانعام حیوانات بی زبان الا مگر ما یتلا آنچه که تلاوت میشه بیان میشه علیکم بر شما، مگر او حیواناتی که باز بر شما بیان میشه که گوشت های از اونها را شما خورده نمیتونین. غیر محلی الصید، بغیر از حلال شده شکار. و انتم حرم، در حالی که شما یعنی شما نمیتونین که شکار بکنین در حالی که شما حرم در حالت احرام هستین. در حج یا عمره وقتی که احرام بسته میکنین در اینجا باز شما شکار کرده نمیتونین. ان الله یقینا که الله متعال یحکم و حکم میکنه، فیصله میکنه، حکومت میکنه ما آنچه را که یرید و خواسته باشه. حکومت چی است؟ حکومت قوای مقننه داره، حکومت قوای اجرایه داره و حکومت قوای قضاییه داره. پس اینجا حکومت مربوط الله هست. الله قوانین و شریعت تعیین میکنه، الله قاضی ها را تعیین میکنه، فیصله چه قسم باید شوه مطابق شریعت الله شوه و الله متعال است که پیغمبرها را میفرسته و این پیغمبرها در رأس اینمی حکومت الهی میباشن و بعد از پیغمبرها دیگه بنده های الله که به شرطی که شریعت الله را تطبیق بکنند. پس الله متعال فیصله میکنه هر چیزی که خواسته باشه. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تحلوا، اینجا تحلوا به معنای بی‌عزتی نکنین. احلال به معنای حلال ساختن هم است و به معنای بی‌عزتی هم است. منظور اینجا بی‌عزتی هست. میگه لا تحلوا، شما چی نکنین؟ بی‌عزتی نکنین. به چی بی‌عزتی نکنین؟ شعائر الله، نشانه های الله. هر چیز از خود علامت و سمبل داره. در اسلام علامت سمبل دین چی هست؟ قرآن عظیم شان است، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، عبادت هایی که الله متعال بیان کرده، اینا کلش نشانه ها یا شعائر الله هستند. شما یا چی نکنین؟ در مقابل از اینا بی ادبی نکنین. یکی از شعائر الله حج بیت الله شریف است، خانه کعبه هست، مکه هست، صفا و مروه هست، همچنان ساحه عرفات است. اینا کل شعائر الله هست. ولا شهر الحرام، همچنان ماهای حرام شما بی‌ادبی نکنین، بی‌عزتی نکنین. ولا الهدی، همچنان بی‌عزتی نکنین در مقابل امو هدی یا قربانی که حجاج میگیرن. ولا القلائد، و نه او حیواناتی که بر از اونا قلاده یا گردنبند اویزان میشد که او را میفرستادن به کجا؟ به حرم شریف به خاطر ذبح شدن. آمینه که اونا قصد می شدن البیت الحرام، به بیت الله الحرام، بیت الله شریف. یبتغون فضلا من ربهم، در حالی که اونا می طلبیدن چی را؟ فضیلت از جانب پروردگارشان. کسایی که کارا را میکنن به خاطر چی حج میرن؟ به خاطر چی قربانی میکردن؟ به خاطر چی هدیه روان میکردن؟ به خاطر هدفشان چی بود؟ که فضیلت از پروردگارشان میخواستن و رضوان و رضایت الله را. و اذا حللتم، وقتی که شما باز حلال شدین، یعنی چی معنی؟ یعنی خود حلال ساختین هست احرام. اینجا منظورش حلال ساختن از احرام است. یعنی در احرام انسان دستش بند است، حتی موی خود کنده نمیتونه، حتی برود خود گرفتن نمیتونه، موی سر خود گرفتن نمیتونه. بسیاری کارا رو ما شما میفهمیم در احرام نمیکنن. وقتی که از احرام خلاص شدین، بازی کل چیزایی که سر شما حرام شده بود در حالت احرام پس خود حلال ساختین، فاستادو، باز شما میتونین که شکار هم بکنین. اینجا اگرچه فعل امر است، فاستادو، پس شکار بکنین، ایره علما میگن که اینجا امر چی است؟ به معنای اباحت است. یعنی مباح است که باز اگر کس خواست، یعنی فرض نیست که حتما کل حاجی بره شکار بکنه، یعنی اگر باز خواستین شکار کرده میتونستین. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اینجا یک حکم دیگر هم میگن که
وقتی دشمنای الله سیطره و قدرت داشتن بالای کعبه شریف، مسلمان ها را مانع شدن، حتی اجازه نمیدادن که اونا چی کنن؟ به کعبه شریف بیاین. الله متعال گفت که شما را ولا یجرمنک، شما را به جرم و گناه نیندازد شنآن بدبینی قومی که ان صدوکم، ای که مانع شدن از رفتن شما عن المسجد الحرام به مسجد حرام، ان تعتدوا، که شما تجاوز بکنید. نه، شما تجاوز نکنید. اگر اونا تجاوزگر هستن، اونا جنایت میکنن، اونا خیانت میکنن، شما نباید کار تجاوز بکنین. فقط در حدود الله، هر قسمی که الله براتون حکم میکنه امو کار بکنین. و تعاونوا، و میان یکی دیگرتان همکاری بکنین، علی البر، به نیکی ها، و تقوا، به تقوا. در تمام کارهای زندگی مطابق بر و تقوا عمل بکنین، دی همکاری بکنین. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و شما معاونت و همکاری نکنین در اسم و عدوان، در گناه ها. یک روز معاصرین مرا پرسان کرد در یک پانزه، گفتن استاد می قانون ترافیک در قرآن هست، قوانین هست؟ گفتم ما بله است. گفت در کجایش هست؟ گفتم این آیت قرآن میگه و تعاونوا علی البر و التقوا، نشته کنین بر، اینجا نشته کنین تقوا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناه و تجاوز نکنین. حالا مثلا میگم لایسانس چطور است؟ اگر یک نفر لایسانس داشته باشه، این در بر و تقوا داخل است یا در اسم و عدوان؟ در بر و تقوا است، پس باید لیسانس داشته باشیم. جواز سیر چطور است؟ میگه جواز سیر هم باید اگر داشته باشی، برس نیکی هست، تقوا هست. اگر کس جواز سیر نباشه، باز مردم تجاوز میکنن، موتر یکی رو دوزی میکنه، هیچ چیز نمیباشه. پس این هم این قانون داخل است. آل نشانهای ترافیکی اگر باشه، این خوب است، در نیکی داخل است، در تقوا داخل است. اینا اگه اشاره ترافیکی باشه، کسر موتر نمیزنه. طفلکایی که مکتب اینجا میفهمن اشاره ترافیکی است، موتر کل ایستاد میشه مرد. اگه نباشه چی است؟ اسم و عدوان است. پس کل چیزا رو ببینید کلش در چی است؟ در قرآن، تحت می آیات قرآن داخل میشن. جاهایی که سواسه در بر تقوا است او رو بگیرید، جاهایی که منفی است اینجا الله متعال میگه و تعاونوا، و شما همکاری بکنین در چی؟ در کل کارهای زندگیتان، علی البر، به اساس نیکی. کدام کار نیک است او کار بکن، و کدام کار به تقوا نزدیک است او را بکن. ولا تعاونوا، و همکاری نکنین، علی الاثم، بر گناه، و العدوان، و بر تجاوز. واتقوا الله، و شما تقوا داشته باشین، بترسین از الله. ان الله شدید العقاب، یقینا که الله متعال بسیار سخت عقوبت کننده است. حال میبرم ما و شما بیان میکنن بعضی از حیواناتی که گوشت‌هایشان یا خوردن گوشت‌هایشان حرام است. اینا وقتی شما میخواین که بفهمین کدام گوشت را از حیوانات حرام هستند، درباره از چندین آیت آمده. باید یک آیت که خواندید نمی اکتفا نکنین، آیات دیگه و احادیث دیگه را هم بگیرین، باز مجموعی ازی بر شما نشان میده که چقدر است. چرا در قرآن عظیم الشان در جاهای مختلف بیان کرده است. حالا یک قسمت از این چیزایی که حرام است در اینجا بیان میکنه. حرمت میگه حرام شده است علیکم بالای شما المیتت، حیوان خود مرده. حیوان خود مرده یعنی حیوانی که خود به خود میری مرده، یا برق گرفتش کشته شده، یا مثلا به شکل از اشکال کربن دی اکساید او را کشته است. بنابراین این حیواناتی که فعلا مثلا در کشورهای اروپایی و امریکایی توسط کربن دی اکساید یا توسط برق کشته میشه، مرغایی که کشته میشه، باز بر ما و شما نشته میباشه پروداکت برازیل، این احتیاط بکنین، نخورین، به خاطر از اینکه الله متعال میگه اینا حرام هستن. ما و شما مجاهد کافرها یک پرسان کنیم بگید شما ذبح میکنین؟ مگه ما خود ذبح را نمیفهمیم؟ الله اکبر میگن، میگن نه ما نمیفهمیم. خیلی چی میکنین؟ میگه فقط بر ما گفته شده که در سر هر گوشت خرم اگر نشته کنی حلال، باز مسلمان‌ها او را میخورن. ما تاپی حلال زده میدیم در هر چیز. از این خاطر در مایام نشته میکنن حلال، در هر چیز نشته میکنن، عوام کرایی میکنن، در عوام نشته میکنن این حلال است در هر چیز. از این خاطر مسلمان ها باید محتاط باشن که این کار نکنن. الله متعال میگه حرام از بالای شما المیتة، و حیوان خود مرده که یعنی ذبح نشده باشه و بالای از نام الله گفته نشده باشه. و دم، و همچنان حرام از بالای شما خون جاری، خونی که در وقت ذبح از حیوان میریزه این حرام است. اما خونی که در جگر و در قسمت ها می باشه، او خونکای کم کم که او است، او نیست. او رو باز در حدیث بیان میشه. و لحم الخنزیر، و همچنان حرام از بالای شما گوشت خنزیر، پوست خنزیر. کافرات یک عادت دارن، بسیاری وقتا که اگه سودا را میخری، باز او برای گوشت خنزیر یک کلمه داره، برای دنبش چربیش یک نام دیگه داره، برای چوچه خنزیر یک نام دیگه داره، که بیری برش بگه که دی ما و شما تنها پورکش یاد داریم، نه بگیم دی پورک نیست، میگن نه پورک نیست، که باز بیره میگه دوجش ببینه مثل که یک نفر بری بگه که دمی غذا خر نیست، میگه نه خر نیست، کره است، کره. این حال خود ما و شما میفهمیم خود قرآن که است
این قصه اونا این اصطلاحات داره. بسیاری وقتا که در غرب سفر میکنن، در کشورهای اروپایی و امریکایی، بسیاری وقتا اونا اصطلاحات شدن پشت کلمات، از این خاطر یک دیکشنری همراهتان داشته باشین. بازو بیان میکنه که اینی گوشت خوک است، این یک نام داره، چربوی خوک دیگه نام داره، مثلا ران خوک دیگه نام داره. متوجه هستین؟ از این خاطر متوجه باشین. از این خاطر میگه لحم الخنزیر، گوشت خنزیر نخورین. و ما احل، و آنچه که صدا شده باشه لغیر الله بهی، بالا از اون نام غیر الله. مثلا بعضی کسا هست حیوانات میکشن، اون دو میکشن، میگه این حیوان به نام بگوان کشتیم، به نام رام کشتیم، به نام شام کشتیم. بعضی کسا هست میبرند از زیر یک زیارت، زیر یک قبر میگیره، به نام فلانی شخصیت کشتیم. الله متعال میگه بغیر از نام الله، اگر نام کسی دیگه سر از او گرفته شد، ایره هم سرتان حرام است، نخورین. دیگه کدام حیوانات حرام است؟ والمنخنقه، خفک شده. بعضی اوقات یک کسی یک حیوان خفک میکنه، یا بعضی کساس حیوان در جای بسته میکرده باشه، یک وقت خطا میخوره، رسپان در گردن شیر خفک میکرده باشه، مردار میشده باشه، اینی را هم خوردن نمیتونن. والموقوذه، و همچنین حیوانی که او را زیاد لط و کوب میکنن، بعضی کسا توسط لط و کوب او مردار میشه. والمتردیه، و دیگه یک حیوانی که از بلندی کو یا از بام یک از اونجای پایان میفتد، از زیر مردار میشه، این هم خوردنش حرام است. والنطیحه، و دیگه حیوان است که شاخ زده باشه، دو تا بزا جنگ میکنه که شاخ خودگیش زده، صبح که میری که اونجا مردار افتاده، این هم حرام است. و ما اکل الصبح، یا بعضی حیواناتی است که اونا را حیوانای درنده میخورده باشن. در بعضی از مناطق، در یک جای یکی از دوستای ما بود، در داخل چیزشان بز داشتن، پلنگ آمده بود، دو سه تا از اونجا مردار انداخته بود، یک کلیش خورده بود، یک قسمتش دیگه شیلا داده بود، یا خونش چش میکنه میرخ دیگه اینی گوشت همیام حرامه، چرا ذبح شدن. الا ما زکیتم، مگر اگر از این حیواناتی که خفک شده، یا مثلا لطوکوب شده، یا مثلا از کدام جای بلند افتاده، یا در شاخ زدن است، تو میری در اون لحظه که این شتنک میزنه، نمرده هنوز، فوراً کار نمیگیری و او رو چی میکنی؟ ذبح میکنی. این را الا ما زکیتم میگن. باز اگر اونا را پیش از اینکه مردار شوند شما میرین و او را چی میکنین؟ ذبح میکنین. این بازی اجازه است که بازو گوشت خورده میتونی. اما اگر نه که بیخی روحش رفته بود، مردار شده بود، باز خورده نمیتونی. و همچنان حرام است ما آنچه که حیواناتی که ذبح ذبح همیشه علی النصب، بالای نصبان. نصب چی بود؟ یک قسم بت‌ها را نصب میکردن، بعضی اوقات یگان تا سنگا را نصب میکردن، یک قسم نصب میکردن، یک قسم نصب میکردن. باز سر از این سنگ حیوان میکشتن به نام بت‌ها و به نام قبرها و به نام مردمای حبشه قبر پرست بودن، پیش قبرها میکشتن. مردمای کعبه مکه قریشی ها بود پرست بودن، بازی حیوانات در پیش زمین میکشتن، باز در پای از زمین بود چی را میزدن؟ خور از زمین حیوانه، باز در پایش سرخ میکردن که خون از این. حالا مو عادت در افغانستان هست، پای عروس مثلا زیر پای عروس میکشن، بازم خونش بوتای عروس چی میکنی؟ از امو سابق از ام بت پرستی مونده، منتها شکل رواج. حالا بسیاری مردما همین گپ نمیفهمن. چرا؟ اگر یک نفر پیش روی عروس رکوع و سجده کنه میگه تو کافر شدی، اگه برای زیر پای عروس سجده کنه میگه کافر شدی. باز اگه زیر پای عروس مرغ کشت باز میگه نه کافر نشدی. در حالی که الله متعال میگه فصل لربک وانحر، هم نماز برای الله بخوان و هم ذبح به نام کی بکن؟ به نام الله بکو و روج به طرف قبله باشه، نه در زیر پای کدام کسی. این و ما ذبح، و آنچه که ذبح شده علی نصب، بر چیزهایی که اونا نصب کرده شدن، چی بت‌ها باشن، چی سنگ‌ها باشن، چی سنگ تخت سنگ استاد باشه، چی تخت سنگ متعادی باشه. و ان تستقسموا، و یا این که شما تقسیم میشن بالازلام، توسط تیرهای بتخانه، تیرهای فالبینی و جادوگری. یک قسم ظرفک‌ها داشتن، در بین از این تیرها را میمانن، 3 دانه تیره، یک دانه تیرش که مثلا سفر میرفت یک کسی، باز میگفت برو، یک تیر دیگه چه میگفت؟ میگفت نرو، و تیر دیگهش میگفت دلکت. باز اینا یا چی میکردن؟ وقتی کنجا میرفتن همین کارا میکردن. باز یک یاروسی میکرد، یک دختر میخواست نکاح بکنه، باز میگفت بگی، باز میگفت نگیری. اینا چی بوده که این هم یکی از عادات شرکی و کافری هست. چرا؟ همین چی مشکل داره؟ یعنی علم غیب الله را به چوب میته، این چوب میفهمه علم غیب داره که سفر بر تو خوب است، برو. چوبه که بیچاره چی میفهمه؟ نرو، یعنی که علم غیب داره می چوب. این چیزای فالبینی و جادوگری بود. از این خاطر هم فالبینا و جادوگرا اکثرشان کافر هستن. این حال باز وقتی که این میگفتش برو، باز به می خوشحالی از اینکه این اول از صاحبی برای من اجازه داد، حال من دیگه چی میکردم؟ یک دانه گاو یا گوسفند یا شتر را میکشت، باز گوشتاشو برای مردم تقسیم میکردن. باز این نمی گوشتا را میگفت نخوری. این خیراتایی که به نام غیر الله میشه، نظر به نام غیر الله میشه، نام الله را نمیگیرن، بینی کارا میشه، ایره نخورین.
ذالکم تمام از اینا چی هستن؟ فسقون. این چی است؟ فسق. فسق ما و شما چه قسم تعریف کرده بودیم؟ گفتیم فسق، الفسق الخروج عن طاعت الله. فسق چی است؟ خارج شدن است از اطاعت الله. کل از این کارهای مردمای جاهل است. شما خال مسلمان شدین، وقتی که مسلمان شدی عادات جاهلیت باید ترک کنی. الیوم، امروز الله متعال میگه که روز کدام روز بود؟ روز عرفات بود، در حجۃ الوداع. یئس الذین، ناامید شدن، الذین، کسانی که کفر و کافر شدن، من دینکم، ای من ابطال دینکم. تابال کافرها میخواستن که دین شما را باطل بکنن، شریعت الله را نقض بکنن، لکن اونا دیگه بعد از این ناامید شدن. فلا تخشوهم، پس شما مترسین از ایشان. ترس 4 قسم است. یکی ترس توحیدی هست که انسان فقط از الله میترسه، از به الله محبت داره و از عدالت الهی میترسه. این ترس توحیدی هست. و یکی ترس شرکی هست که به عوض الله انسان از یک مخلوق میترسه. این ترس شرکی میگن. سوم قسم ترس حرام است که تو یک کار شرعی را به خاطر یک مخلوق انجام نمیدی. والا باش فلانی مرا لط نکنه، والا فلانی مرا بندی نکنه، والا فلانی خفه نشه، تو امو از ترس از اون مخلوق یک شرعی را نمیکنی. این ترس حرام میگن. و دیگه ترس طبیعی است که باز عقیده ارتباط نداره. او کدام ترس است که انسان از یک حیوان درنده طبیعتا میترسه، یک انسان از یک ظالم طبیعتا میترسه. پس از این خاطر این ترس طبیعی میگن یا غریزی میگن. وخشونی، والله متعال میگه در ترس توحیدی فقط از ما بترسید. اینجا وخشونی اصلش چی است؟ وخشونی یا داره، این کسره دلالت به حذف یا میکنه. وخشونی، والله تعالی میگه فقط از من در مسئله توحید و عقیده فقط از من بترسید. این ترس که است یکی از عبادت‌های قلبی هست. عبادت‌های قلبی است، یعنی قلبا شما باید در ترس از الله باشین. به خاطر ترس از الله شما به گناه و ایگپا مبتلا نشین. الیوم، امروز الله متعال میگه اکملت، تکمیل نمودم، لکم، برای شما چی را؟ اصول دینتان تکمیل کردم. یکی تکمیل است، یکی تتمیم است. علما میگن که تکمیل اصول دین است که تمام مسائل اعتقادی تان کلشان و اتممت، و تمام کردم تمام فروعات را. یعنی تکمیل و تتمیم اردویش شده. هم مسائل عقیدی کلش تکمیل هست و هم مسائل فروعات دین کلش بیان شده. هر کسی که عبادت جدید را میاره که میگه این در دین است، میگه این دشمنی با الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه و امی آیت انکار میکنه. از این خاطر میگه بعضی اوقات بدعتکارا کافر میشن. چرا کافر میشن؟ که برش بگویی که امی عبادت که تو میکنی در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود؟ نه نبود. خیلی چرا تو میکنی؟ میکنم دلم. نه، دلش معنایش معنی که یعنی دین تکمیل نشده و یا که رسول الله صلی الله علیه و سلم دین درست تبلیغ نکرده. این خطر بدعت است. بعضی کسا کارایی را میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده، او بدعت ها را در دین داخل میکنن. الله متعال میگه امروز من تکمیل کردم دین شما را و اتممت، و تمام کردم برای شما، علیکم، علی شما چی را؟ نعمتی، نعمت خود را. یعنی الله متعال برای ما و شما چقدر نعمت ها داده. نعمت چشم، نعمت زندگی، نعمت حیات، نعمت مثلا همی طبیعت را که برای ما و شما خلق کرده، همی هوای را که برای ما و شما خلق کرده، همی اکسیژن را که برای ما و شما داده، این سیاراتی، کهکشان های، نعمت های الله کلش نعمت است. لکن نعمتی که پیش الله بسیار نعمت بزرگ است و قرآن و سنت است. اینجا الله متعال میگه من اینمی قرآن عظیم شانه و احادیث سنت های رسول الله صلی الله علیه و بر شما تکمیل کردم. این بسیار نعمت بزرگ است پیش الله. و رضیتم، و پسندیدم. انال رضایت الله در چی حاصل میشه؟ و رضیتم، و راضی شدم برای شما، پسند کردم، لکم، بر شما، الاسلام دینا، که اسلام دینتان باشه، دین اسلام باشه. دیگه این نام هایی که شما سر در بینتان میمانین و یکی دیگه ایتان جدایی ایجاد میکنین، وسو کنین این نام ها را. بهترین نامی که بر تو است چی است؟ بهترین دین دین اسلام است. دین آدم علیه السلام هم اسلام بود، دین ابراهیم علیه السلام، از عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، از رسول الله صلی الله علیه و سلم، تمام پیغمبران دینشان دین اسلام بود. این دیگه که نام‌ها را تغییر دادن و تفرقه ایجاد کردن یا نام‌هایی است که از خود کشیدن. الله متعال میگه و رضیت، و ما پسندیدم، لکم، بر شما، الاسلام، اسلام را دینن. فمن اضطر، پس هر کسی که مجبور شود. چه قسم مجبور شود؟ در یک حالت قرار میگیری که او را مخمسه میگن. در زبان عربی مخمسه چی را میگن؟ مخمسه در یک حالت گرسنگی شدیدی که در یک جای قرار میگیری، در یک جای سفر میری، نزدیک هستی که تو از گشنگی بمیری،
آل در اینجا باز تو میتونی از همین گوشت ها بخوری ولو که گوشت حرام باشه. یعنی حیوان درنده را مثلا میتونی حتی از عموی حیوانات چیز کس میگه ایره بخوری. غیر متجانفن ای که مایل نباشی لیسمین به گناه. یعنی مثلا دیگه در اونجا آل از گشنگی یک کس میموره دیگه هیچ گوشت نیست، گوشت خوک است. آلی میتونه که یک مقدار از این گوشت خوک بخوره تا جان خود نجات بده، اما علاقمند گناه نباشه که دیگه باز آل که خوب نجاتم پیدا کرد بگه تو بیان میرانش از زنده بر ما کباب بکو، اینی باز علاقمند گناه هست، این کار نکنین. و اگر در حالت مخمسه قرار میگیره و یک چیز حرام مجبور میشه بخوره در حالی که علاقمند به گناه نیست، فإن الله پس یقینا که الله متعال غفور بخشاینده است، رحیم مهربان است. یسالونک سوال میکنن تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ماذا احل لهم. سکن رسول الله صلی چقدر با الله ادب داشت. وقتی که از رسول الله صلی سوال میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم زود جوابش نمیگفت، منتظر وحی الهی می بود. چرا؟ حلال و حرام کردن ای چی است؟ از تخصصات الله است، مخصوص الله است. الله میگه این حلال است، این حرام است. حتی بر پیغمبر میگه یا ایها النبی، ای پیغمبر انا احللنا لك ازواجك، ما استیم بر تو حلال کردیم همسرای تو را. پیغمبر صاحب 9 تا خانم داشت. چرا؟ الله برش حلال کرده بود. بر ما تا چند تا؟ بر ما 1 تا حلال است، 2 تا حلال است، 3 تا 4 تا، این بر ما به اضافه از این کار الله است. و در جایی که حتی رسول الله صلی الله علیه و آله نمیخورد، الله برش گفت یا ایها النبی، ای پیغمبر لما تحرم ما احل الله لك، چرا تو حرام میکنی چیزی که الله بر تو حلال کرده؟ توی حق نداری بخو اصلا. که باز مردم فکر میکنن البته اصل خوب چیز نیست که تو گفتی من نمیخورم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم مبلغ دین بود، این چیزی که الله برش حلال و حرام میکرد بیان میکرد. از این خاطر الله متعال برش میگه یسالونک، سوال میکنن از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ماذا، که چی چیزی احل حلال شده است لهم براشان. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برش میگه بگو که الله از طرف ما بگو احل لکم، حلال شده بر شما الطیبات، و چیزهای پاک، او چیزهایی که حرمت از او در قرآن و سنت و در کتابهای فقهی بیان نشده است که حرام است. پس چیزهایی که بر شما طیب است او را الله متعال در قرآن و سنت بیان کرده، علما و فقهای بزرگوار اسلام او را شرح کردن و تشریح کردن. احل حلال شده بر شما لکم الطیبات، و چیزهای پاک، و ما آن چیزی که علمتم شما تعلیم دادین من الجوارح، از حیوانات درنده. مثلا در اسلام این هم اجازه هست که بعضی از حیوانات و پرنده ها را تعلیم میتن که اونا برن چی کنن؟ شکار بکنن. اینال وقتی که او هم شکار میره این هم بر شما حلال است. مکلبین، در حالی که شما تعلیم دادین بعضی از سگ ها را یا حیوانات دیگه را یا مثلا بعضی از پرنده ها را، پس تعلمونهن، شما اونا را تعلیم میتین مما علمکم الله، از آن چی که الله بر شما تعلیم داده هست. یعنی چه قسم اونا را تعلیم دادن؟ که اول او هر حیوان نباشه بلکه حیوان تعلیمی باشه، یک شرطش. دومش چه قسم تعلیمی است؟ که به امر شما به شکار میره و وقتی که صدایش میکنین پس به امر شما میآید. سومی است که با شکار زنده میره، این شرط دیگه ایش است. دیگه است که در شکار کس دیگه شریک نشده باشه. متوجه هستید یعنی شکار هم زنده و تعلیمی هم شکار بدون خوردن و تو را راسن میره پیش زمین، کسی که تعلیم داده برش میده. دیگه که یه حیوان شما امتحان کرده باشین که اینا امتحان داده باشه، باز اونو گوشت از اونو پرنده را که میره شکار میگیره میاره پیشویتان میمانه. فکلوا، پس بخورید، مما امسکنا، در آن چیزی که بگیرن علیکم برای شما امی حیوانات، واذکروا اسم الله علیه، لکن همون لحظه که امی حیوان رها میکنی باید چی بگی؟ الله اکبر بگی، نام الله را بگیری، بسم الله. واتقوا الله، و بترسید از الله، ان الله سریع الحساب، یقینا که الله متعال زود حساب گیرنده هست. الیوم، امروز، احل لکم، حلال کرده شد لکم برای شما الطیبات، و چیزهای پاک، و طعام الذین اوتوا الکتاب، همچنان غذاهای یعنی ذبیحه اهل کتاب هم بر شما حلال است. اهل کتاب کدام مردم ها را میگن؟ اهل کتاب کل اروپا و امریکا کلش اهل کتاب نیست. بعضی کسا نمیفهمن. در اسلام که از چند فقه است. یکی فقه قرآن است که تو باید قرآن بفهمی. دوم فقه سنت است که تو باید سنت رسول الله صلی الله علیه و بفهمی، احادیث درست بفهمی. سوم فقه واقعی هست که تو باید جامعه خودت درست بشناسی. آل خوردن ذبیحه اهل کتاب حلال است. چی معنی حلال است؟ معنیش است که برای کافرها اگرچه اهل کتاب هم در شرک و کفر مبتلا هستند، در وقت رسول الله صلی الله علیه و هم
مبتلا بودن. لکن فرق بین اهل کتاب و بین دیگه کافرها همی است که اهل کتاب چون کتاب آسمانی دارن، بر از اینا نسبت به دیگه کافرها دو برتریت داده شده است. او دو برتریت چی است؟ یکی برتریت شانی است که از دیگه کافرها را ذبیحه‌اش خوردن نمیتونی، از اهل کتاب خوردن میتونی. دوم دختر دیگرها را گرفتن نمیتونی، از بت پرستورا را از اهل کتاب میتونی مسلمانا کتشان نکاح بکنن. خب اهل کتاب کدام اهل کتاب است؟ در غرب مثل که در شرق ما و شما بعضی کسا کمونیست شدن، کافر شدن، الله را دشنام میتن. اگر اینمی کسی که کافر است میگه من کمونیست هستم خدا را قبول ندارم، امگی گوسفند بکشه ولو که کلمه بخونه گوشت چه باید نخوری، چون خودش صراحتا میگه که من کافر هستم الله را قبول ندارم. اهل کتابی که در اونجا در اروپا و امریکا هم هستن، اونجا یک تعدادشان به دین خود متمسک هستن، از اونایی که مطابق دین خود مطابق کتاب خود ذبح میکنن. اما او اهل کتابی که چی میکنن؟ مرتد شدن، کافر شدن، سیکولر شدن و میگن که ما هیچ به خالق باور نداریم، او اهل کتاب گفتن نمیشه. اروپا و امریکا اینا که هستن بعد از انقلاب فرانسه بسیار از اینا از دین نصرانیت و دین خود چی شدن؟ مرتد شدن. و بسیاری یهودیایی که صهیونیست هستن اونا هیچ به دین خود گرایش ندارن، شیطان پرست شدن. فهمیدید یعنی؟ پس ما نمیتونیم که از کل از اونا را گوشتایشان را بخوریم. اینا از کسایی را میخوریم که اونا به دین خود چی باشه؟ الیوم الله متعال همین موضوع را میگه که الیوم امروز احل لكم حلال کرده شده است لکم برای شما الطیبات و چیزهای پاک و طعام الذین اوتوا الکتاب. اینجا منظور از طعام غذا نیست، اینجا ذبیحه هست. چرا طعامی که مثلا ترکاری با و چیزایی است که در او گوشت یا پا استعمال نشده او هزار کس خوردنش جایز است، از اون دور هم خورده میتونه. و ذبیحه کسایی که برشان کتاب داده شده حل لکم حلال است برای شما و طعامکم و امی ذبیحه شما حل لهم حلال است برای از اونا و المحصنات و همچنان زنهای پاک دامنی که از اهل کتاب هستند پاک دامن هستند یعنی بدکاران نیستند. من المؤمنات از زنهای مؤمن مسلمان و المحصنات و زنهای پاک دامن من الذین اوتوا الکتاب از کسایی که اهل کتاب است شما با امرای زنا هم نکاح کرده میتونین. و من الذین از کسانی که و المحصنات و زنان پاک دامن من الذین از کسانی که اوتوا الکتاب کتاب داده شده برایشان من قبلکم قبل از شما یعنی یهود و نصارایی که به کتاب خود چی هستن متمسک هستند امرای از اونها هم شما ازدواج کرده میتونین. اذا به شرطی که آتیتموهن بتین برایشان اجورهن یعنی مهورهن مهرهایشان برشان بتین محسنین در وقت پاک دامنی غیر مصافحین نه به زناکاری یعنی امرای زنا زنا و گناه نمیکنین بلکه با نکاح میتونین امرایشان چی باشین نکاح بکنین. ولا متخذی اخدان و همچنان شما دوستای سری که گرلفرند و بایفرند است دوست دختر و بای چیز دوست پسر و دوست دختر اینی کلمات کفری که از کافرها ترجمه شده این کار نکنین که یک دختر مسلمان یعنی جوان مسلمان حق نداره که یک دختر مسلمان ارتباط سری داشته باشه که پدر و بیادر و فامیلش خبر نداشته باشه. این الله میگه ولا متخذی اخدان دوستای سری نگیرید. نه دختر مسلمان دیندار او دختر است که هیچ وقت امرای یک پسر ولو که مسلمان است بدون با خبری پدر و مادر و اعضای خانوادهش امروز ارتباط باید نگیره. و همین قسم بچه‌ای که هست این کسایی که عاشقی میکنن و عاشق هستن که دخترها ارتباط داره و مسیجا روان میکنن اینی مردما یا چی کردن اینی متقی نیستن یا گناهکار هستن فاسق و فاجر هستن. چرا الله متعال میگه ولا متخذی و نگیرید اخدان روابط پنهانی و من و هر کسی که یک فر کافر میشود بل ایمان به ایمان فقط حبط پس یقینا که نابود شده است عمله تمام اعمالش و هو فی الاخره من الخاسرین اینمی انسان در آخرت از جمله خسارت کننده ها است. یا ایها الذین الله متعال حکم وضو میگیره حکم شما کل ما میفهمیم. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اذا قمتم ای اذا قصدتم وقتی که شما قصد کردین برای چی الی صلاتی بر نماز خواندن پس قبل از نماز خواندنتان شما باید چی کنین فغسلوا پس باید بشوین یعنی وضو داشته باشین. فغسلوا در وضوتان بشوین وجوهکم روهایتان را و ایدیکم و دستایتان را الی المرافق تا به آرنج ها این فرض های وضو هست. وامسحوا و مسح کنید به رؤوسکم به سرهایتان
اینجا رؤوسه و ارجلکم و بشویید پاهایتان را الی الکعبین. اینجا میگن که ارجل کسی عطف است بالای چی؟ بالای ایدی. چرا گفته ایدی الی المرافق ارجل الی الکعبین؟ این قسم است. این اسالیب زبان عربی است که علما تفسیر میکنن و ششتن پای از این خاطر فرض است. و دوم گپی که هست، چون مفسر قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وضوش بر ما آمده است که در احادیث آمده است. صحیح البخاری را کس قبول داره، صحیح مسلم کس قبول داره، ابو داوود کس قبول داره، نسائی را کس قبول داره، مسند احمد ابن حنبل قبول داره. در کل از روایت ها آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم پایای خدا میشستند، صحابه پایای خدا میشستند و حتی حدیث داریم که ویل للاعقاب من النار، شدت عذاب است برای کسایی که پای خدا میشه و عقب پایش خشک میمونه، پشت بجلکش هست، صحیح متوجه نمیشه، اونم میگه تو آتش دوزخ داخل میشی. پس این آیات که هست ایره مثلا هم از نگاه نحوی که عطف است بالای چی؟ بالای ایدیکم الی المرافقین و ارجلکم الی الکعبین. ارجلکم نگفته، ارجلکم است. متوجه هستین؟ و ایدیکم و ارجلکم. اما مثلا رؤوس سر که از بی داخل شده که بی که از باز به رؤوسه سینزر سه هست. این مسائل نحوی است، کسایی که باز نحو و صرف میفهمن، بلاغت میفهمن، ایگه پا میفهمن. و دیگه دلیل ما چی است که مفسر قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، به شرطی که کس این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داوود، نسائی، ترمذی، این کتابای سنن اینا که اومده اینا قبول داشته باشه. و این کنتم جنبا، الله متعال میگه اگر شما بودین در حالت جنابت، حال یک نفر مثلا در حالت جنابت باشه، فطهروا، پس شما چی کنین؟ باید غسل بکنین. و این کنتم مرضا، اگر شما مریض بودین، اولا سفر یا در سفر بودین، او جاء احد منکم، یا یکی از شما بیاید، من الغائط، از تشناب. متوجه هستین؟ او لامستم النساء، یا لمس بکنید همسرانتان، نزدیکیت بکنید النساء با همسرانتان، فلم تجدوا ماء، بازیدمی شخص آب نیافتی، چی کنه؟ الله متعال میگه فتیمموا، پس شما تیمم بکنین. فلم تجدوا چی معنی؟ میگه از تجدوا گرفته میشه که یک نفر خوب سعی تلاش کرد، باز لم یجد، فهمیدی یعنی باز نیافتی، سعی و تلاش کردی تو نیست قرار شش چی دیگه که بالا نیست باش ما برم یک تیمم کنم. اول تلاش کو، فان لم تجدوا، باز اگر تلاش کردین لم تجدوا نیافتین، فتیمموا، پس شما تیمم بکنین، قصد بکنین چی را؟ سعیدا، در خاک طیبا پاک. این کس یگان تا سر چپن خود تیمم میکنی غلط است، سر قدیفه خود میکنی درست نیست. فتیمموا، شما تیمم بکنین به چیزی که از جنس خاک است، سعیدا، از خاک باشه، طیبا پاک باشه. فهمید؟ فامسحوا، پس مسح بکنید، به وجوهکم، بر روحایتان، و ایدیکم، و دستایتان، منه از اینمی. ما یرید الله، نمیخواید الله متعال لیجعل علیکم من حرج، یعنی الله نمیخواید شما در حالت سختی قرار بگیرین. بعضی کسایی که جاهل است نمیفهمه، اگر او غسل میکنه میکشیشه، باز میره غسل میکنه. او برادر سر تو خودمی دمی لحظه خو میتونی که تیمم بکنی، یا او نمیفه هیچ نماز نمیخونه. الله متعال میگه تیمم بکن. و این به خاطر چیه تیمم الله اجازه داد؟ به خاطر ازی که الله نمیخواد سر شما سختی بیه، مشکل بیه. ولکن یرید، ولکن الله اراده میکنه لیطهرکم، شما را پاک بسازه. این انسان مسلمان توسط چی پاک میشه؟ توسط غسل پاک میشه و توسط تیمم هم پاک میشی. پیش الله پاک هستی. وقتی که الله گفت می تیمم تو پاک میشی، خلاص یقینی نمیاد که تو پاک شدی. ولیتم، و تا اینکه الله تمام کنه بالای شما نعمته و نعمتهایشان را علیکم، بالای شما، ولعلکم، شاید که شما تشکرون، شکرگزار باشین به الله. واذکروا نعمت الله علیکم، واذکروا، و یاد کنین نعمت الله، نعمتهای الله را علیکم، بالایتان. و میثاقه، و او عهد پیمان الله را، الذی واثقکم به، که از شما خوب اموت پیمان عهد قوی گرفته است. از قلتم، وقتی که شما گفتید سمعنا، ما شنیدیم، و اطعنا، و اطاعت کردیم. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار با ادب بودند و مسلمان ها بسیار با ادب می باشند. وقتی که شریعت الله، حکم الله می، فورا میگیم سمعنا و اطعنا، ما شنیدیم و اطاعت کردیم. واتقوا الله، و بترسید الله متعال میگه ان الله، یقین که الله متعال علیم، بسیار با خبر از بذات صدور، با آنچه که در قلب‌های شما میگذره. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، کونوا، باشین، قوامین لله، بسیار مواظب باشین، دقیق باشین به ادای احکام الله. فهمیدین؟ کونوا، باشین، قوامین، بسیار مواظب و دقیق، شهداء، خوب شاهدا باشین، بالقسط، به عدالت. ولا یجرمنکم، و شما را به جرم نکشاند چی؟ شنآن قوم، بدبینی یک قوم، که شما یک کس را بد میبینین، علی ان لا تعدلوا، که عدالت نکنین. نه، ولو که یک کس خوشتان نمیایم،
در وقت مسائل فیصله و ترا که میشه باید عادلانه باشین، عدالت بکنین. اعدلوا، الله متعال میگه عدالت بکنین، هو اقرب للتقوى، عدالت به تقوا بسیار نزدیک است. این کسایی که بی‌عدالتی میکنن خدا متقی میگیرن، میگه شما تقوا ندارین. عدالت حتی ولو که سر خودتان باشه شهادت بدی، بگی این حق من میرسه، این حق تو میرسه. جانب مقابل ضعیف است، تو میتونی از 30,000 بگی، از 20,000 بدی، بهش میگی نه 25,000 برای تو میرسه، 25,000 حق من هست، چیزی که حقش از باید بهش بدی. ان الله، حتی اگر کار میکنی، وظیفه میکنی، مثلا در یک جای کار میکنی، میگه من در مقابل این قماش میخوایم که شما کار میکنم، حال تو باید عادلانه باید کار بکنی. تو نیست که یک ساعت از سر صبح بزنی، یک ساعت هم از سر شام بزنی، یک ساعت هم یک روز هم در هفته نبی، باز بگی والا من بسیار خوب آدم هستم. اعدلوا، عدالت بکنین، هو امی عدالت اقرب للتقوى، این قریب است بر تقوا. بعضی کسا همین تقوا را فقط در نماز فکر میکنن، من نماز خوبش خواندم بسیار خوب عادل هستم، در پشت حرام نمیگرده، حلال نمیگرده، حق خود نمیگرده، حق دیگران نمیگردن. از این خاطر این باز میگه که عدالت به تقوا نزدیک است. اون وقت تقوا می داشته باشی. ان الله، یقینا که الله متعال خبیر، بسیار با خبر است، به ما تعملون، با آن چیزی که شما عمل میکنین. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعد الله، وعده کرده الله متعال برای کی؟ برای کسایی که الذين، کسانی که آمنوا، ایمان دارن، و عملوا الصالحات، و اعمال صالحه میکنن. برای از اونها چی وعده کرده؟ برای از اونها مغفرت هم وعده کرده و اجر بسیار عظیم و بزرگه. اما کسانی که کفروا والذین، اما کسانی کافر میشن و کذبوا و تکذیب میکنن به آیاتنا، آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم، الله متعال میگه اونا صاحبان دوزخ هستند. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتهای الله را بالای شما. اذ هم قوم، یک وقتی که همت ورزیدن، سعی و تلاش کردن، یک قوم، ان یبسطوا، که دراز کنن. دراز کردن دست شما، یعنی یبسطوا الیکم ایدیکم، دراز کنن دستای خدا بر شما، یعنی میگه دست درازی نکو، یعنی ای که حمله نکو بالای ما، یا مثلا کار خرابی را نکو. فکف ایدیهم، پس الله متعال باز داشت ایدی هم دستایشان را، یعنی حمله های از اونها را، عنکم از شما. واتقوا الله، و بترسین از الله، و علی الله فلیتوکل المؤمنین، و مؤمنا بالای کی توکل میکنن؟ بالای الله توکل میکنن. ولقد اخذ الله، و یقینا که الله متعال گرفته هست، میثاق گرفته، عهد گرفته است از کی؟ از بنی اسرائیل. و بعثنا منهم، و در بین از اونها الله متعال میگه فرستادیم 12 نقیبا، 12 نفر نماینده است اینا روان کردیم. و قال الله، و گفت الله متعال انی معکم، من همراه شما هستم. تا چه وقت الله همراه شما هست؟ لئن اقمتم الصلاة، وقتی که شما اقامه نماز بکنین، و آتیتم الزکات، و بتین زکات را، و آمنتم برسولی، و ایمان بیارین و پیغمبران من، و عزرتموهم، و شما اونا را چی کنین؟ کمک بکنین. و اقرضتم الله، و شما قرض بتین بر فقیرا به نام الله، قرضا حسنا، قرض حسنه بتین. لا اکفرن، باز الله متعال میگه حتما میگه من چی میکنم؟ از بین میبرم عنکم، از شما، سیئاتکم، گناهان شما را. ولا ادخلنکم، و حتما داخل میکنم شما را، جنات، به باغهایی که تجری من تحتها الانهار، که از زیر از اونها جویبارها جریان داره. فمن کفر بعد ذلک، فمن، پس هر کسی که کفر کافر شود، بعد ذلک، بعد از این، من ما، فقط ضل، یقینا که گمراه شده است، سواء السبیل، از راه راست. اینال چی شدن یهودیا؟ چی مشکل داشتن و سرشان چی عذاب آمد؟ چرا لعنت شدن یهودیا با وجودی که میفتن ما به الله ایمان داریم؟ فبما نقضهم، به سبب شکستاندنشان میثاقهم، عهد و پیمانشان را، لعناهم، الله متعال میگه ما اینا را لعنت کردیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، گردانیم قلبهای از اینا را بسیار سخت. چی اشتباهات کردن اینا؟ یک اشتباهشانی بود که یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمات الله را، سخنان الله را از جایش دور میکردن، گاهی زیرش وصف میکردن، گاهی زبرش وصف میکردن، گاهی یک معنای دیگر را برش میآوردن، این تحریف میکردن کلام الله را. و نسوا، فراموش کردن، حظ مما ذکروا، آن نصیبی که الله متعال برشان داده بود، مما از آن نصیبی که ذکری برشان داده شده بود، بهبان. ولا تزال تطلع، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه تو اطلاع حاصل میکنی، میبینی، علی خائنة منهم، با خیانت هایی که اونا میکنن، الا قلیل منهم، مگر یک تعداد کمشان خیانت نمیکنن. فاعف عنهم، پس عفو کن از ایشان، واصفح، و گذشت کو. ان الله، یقینا که الله متعال، یحب المحسن، انسان های محسن را دوست دارد، نیکوکار را دوست دارد. و من الذین، و کسانی که، و من الذین قالوا، و بعضی از کسایی که چی کردن؟ گفتن انا نصارا، ما نصرانی هستیم. الله متعال میگه اخذنا، گرفتیم، میثاق هم از اونا هم عهد و پیمانشان گرفتیم.
فنسو پس فراموش کردن حظا نصیب بزرگی که مما ذکروا از او پیمانی که برشان داده شده بود بهی به آن فاغرینا پس انداختیم بینهم در بینشان وقتی که اینا نافرمانی الله را کرد به سبب نافرمانی الله در بین از را چی ایجاد شد العداوت دشمنی والبغضاء و بغض و کینه الی یوم القیامت تا به روز قیامت و سوف ینبئهم الله و الله متعال اینا را آگاه و خبر می سازه به ما کانوا یصنعون به آن چیزی که اینا انجام میدادن یا اهل الكتاب ای اهل کتاب قد جاءکم یقینا که آمد بر شما رسولنا پیغمبر ما یبینو که بیان میکند لکم برای شما کثیرا بسیاری از احکامی که مما آنچه که کنتم تخفون شما اونها را مخفی میکردین پت میکردین من الکتاب از کتابتان و یعفو و عفو میکنه عن کثیر از بسیاری قد جاءکم یقینا که آمد بر شما من الله از جانب الله نور آمد و کتاب مبین و کتاب آشکار یهدی هدایت میکند بهی توسط از او به واسطه از او الله متعال من اتبع رضوانه هر کسی که متابعت میکنه رضایت الله را سبل السلام به راههای سلامتی و یخرجهم من الظلمات و اینا را خارج میکنه از تاریکی ها الی النور باذنه به طرف روشنی به اجازش و یهدیهم و هدایت میکنه الی صراط مستقیم براه راست سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب